من نمیدونم این ایرانیای خارج از کشور تنها ملتی هستن که حاضرن به خودشون ضرر بزنن که خدایی نکرده یه نفر دیگه سود نبره. طرف اومده کامنت گذاشته تو اگه کار داشتی گدایی لایک و کامنت تو اینستاگرام نمی‌کردی. حالا خوبه تمام ویدیوهایی که من میسازم آموزشیه، بهتون میگم این همه از ایران اومدید چجوری کار بگیرید، کار کنید، برای خودتون بیزینس را بندازید. من اگه میخواستم پکیج بفروشم که دیگه بیچارم میکردید. یکم از این بچهای هندی یاد بگیرید، همشون پشت هم به هم کمک میکنن، کل انگلیس رو گرفتن، هرچی خونه است دارن میخرن، بازسازی میکنن، کلی سود میبرن. بعد تو فکر میکنی کامنت میذاری اینجا به من گونی گونی اینستاگرام پول میده ها؟ اگه ویدیویی تو اینستاگرام میبینی اگه به دردت میخوره ببین استفاده کن، اگرم به دردت نخورد بزن بعدی سله علی سترکه رو ببین حالشو ببر.